کی؟ مردم تاجیکستان رو ببینید، تماشا کنید. یک هفته‌ای در راه موندگان، ای ماشین با ای ماشین، ای ماشین با ای ماشین، احمق کده گشتیم مردما. گوارجمون شجاع را بگم اول، با گوارجمون سعید را بگم، با ای فروخ را بگم، با در مکسی گلی بگم. نگاه که مردم تاجیکا معلمی یک هفته شید در راه موندگی، اون مردم دگجو گشتی سعید. نه در دشت یک سراغ مونا میکنه. در افتابوس ازبک‌ها چختکی اومده است. همین صف هست، این صف تو مردم کجا گوش کنی. اینا مردم که 30 سال شبیه در افتابوس ازبک‌ها یک سکاش چختکی اومده است. پشال شجاع در کسی بیوت بگم اگر تمام ویدیو را تماشا کنی کو تا بس ایت میگم بیوت بگم شجاع و ای کاری کردگی مردم تاجیک بی یک هفته شی در راه ولی با ممکن دو روزگار بود دالش میریم و با جمعه نمیرسیم. مردم تاجیک میتونه با خود گپاشون باور نکنه، یا شیطان روشون سیو میکنه.